دوستان سلام. یه گوشی شیائومی نوت 8 برامون اومده با مشکل آنتن. این مدل بیشتر مشکلشون مربوط به سی پی یو برد و روی جیره قرار دادیم. این قسمت از شیلد اضافه روی سی پی یو، اینو با فرست تراش دادیم. میریم که سی پی یو برداریم. خب از این شیلدهای محافظتی برای هارد میذاریم. هیتر رو روشن میکنیم، هیتر سوگون با دمای 300 چسبای دور آسی رو تمیز میکنیم. 300 یا 350، من بیشتر با 350 تمیز میکنم. این تیغ هم که استفاده میکنیم اینم دست ساز خودم درست کردم. خیلی آروم، چون اگه زیاد فشار بدم برد و زخمی میکنه. هر 4 طرف آیسی رو آزاد میکنیم. البته باید مواظب باشیم چون این مقاومت های دور بر خود آیسی هارد یا سی پی یو کنده میشه. خب اینم از خب هر 4 طرف سی پی یو تمیز شد. خب یکم زوم اوت میکنیم. خب این شیلدی که گذاشتیم باید کل هاردو بگیره. دمای هیتر رو روی 420 بعد 50. یکم روغن فلکسی میزنیم. خیلی آروم. من از این گوشه نازل رو میفرستم زیر سی پی یو. باید به صورت چرخشی باشه، چون اگه یه جا نگه دارم خود سی پی یو آسیب میبینه. هنوز قلاج آب نشده. خب اگه نگاه کنید از دوربر سی پی یو داره قلب میاد بیرون، یعنی آماده این که نازل رو بفرستم زیر سی پی یو. خب میریم برای ادامه کار. من یکم بادو میبرم بالا، داشتم روی 70.
این مدل ها یکم چسبشون قویه، نباید زیاد عجله کنیم. به نسبت سامسونگ ها چسباشون خیلی بیشتره. خب خیلی آروم ایسی رو بر می داریم که تاب بر نداره. خب تا برد گرمه، یکم روغن فلکس اضافه میکنیم. خب یکم زوم کنیم روی این هیتسینگو بردارم چون نور رو منعکس میکنه. تا برد گرمه شروع میکنم به تمیز کردن. هر چهار طرف آیسی رو تمیز میکنیم. خب این از این. دوباره هیتر رو برمیداریم، دمای 300 درجه. از این تیغای کج استفاده میکنیم. چسبای اضافی رو تمیز میکنیم. خیلی آروم، زیاد فشار بدم پایه کنده میشه. این هیتسینگ رو برای این برداشتم الان چون با دمای پایین کار میکنه، مشکلی نداره. این از این. خب خب حالا با سیم قله‌کش، من از مارک تویل استفاده میکنم. قلای اضافی روی کفی برد رو تمیز میکنیم. تو هر مرحله که با هویه کار میکنیم باید خیلی آروم باشه. یا هویه من دماش بالا باشه، یا اگه دماش پایینه باید آروم، چون پایه کنده میشه. خب با یکم دستمال کاغذی و تینر سطح کار رو تمیز میکنیم. خب این از این. یه مسواکم میزنیم.
من معمولا با پمپ باد یه بادی میگیرم که کل چربیا تمیز بشه. خب همینطور که نگاه میکنید تمیز شد. این قسمت های از آیسی که سیاهه اونو با مسواک سیمی از این مدل است استفاده میکنم. سیمی مثل برس میمونه. بریم که کفش رو تمیز کنیم. خب دوستان کفی برد رو تمیز کردیم به این تمیزی. بذار یکم زوم کنم. کلا تمیز شد. بریم که خود سی پی یو تمیز کنیم. خب سی پی یو روی گیره قرار میدیم. خب دمای هیتر رو روی 350 میذاریم. از این تیغای سرکش استفاده میکنیم. این نوع گیره ها خیلی عالی ترن به نسبت گیره های آیسی هایی که زیر آیسی خالیه، چون اینجوری اگه زیر آیسی خالی باشه آیسی تاب برمیداره، ولی اینجوری گیره حرارت رو جذب میکنه، نمیذاره که مشکلی پیش بیاد. خب این از این یکم زوم اوت میکنیم با سیم کش و هویه سطح آیسی رو تمیز میکنیم. خب با یکم دستمال کاغذی و تینر چربی های روی آیسی رو تمیز میکنیم. خب من برای سیاهی های خود آیسی اگه نگاه کنید کلا سیاهی ها باید با هویه تمیز کنیم یا از این مسواک های سیمی استفاده میکنیم. اینم باید خیلی آروم باشه، چون اگه زیاد فشار بیارم خط میفته روی آیسی. خب همینطور که خب دوستان سطح آیسی هم تمیز کردیم، با مسواک زدیم، کل سیاهی هم برطرف کردیم. بریم که آیسی رو شابلون بزنیم. با چسب کاغذی روی شابلون نگه می‌دارم من. خب
IC رو فیکس میکنیم با شابلون. خب این از این. خب نگاه میکنیم که کل پایه های IC الان اگه زوم کنم مشخصه دیگه فیکس شده. با از این سری های پلاستیک استفاده میکنم. قبلا از اینا استفاده میکردم ولی روی شابلون رو خط مینداخت. یکم خمیر قلب میاریم. سطح کارو البته من خمیر روغنش رو خیلی گرفتم، یکم سفت شده ولی خود جنس خمیر از کویک ژاپنه. خب هیتر رو روشن میکنیم با دمای 420. یکم دور بر شابلون رو حرارت میگیریم که باد نکنه. از این خود معمولا من 2 بار شابلون میزنم که به صورت کامل خب با تیغ قلای اضافی رو تمیز میکنیم. دوباره خب دوستان IC و شابلون زدیم، تمیز کردیم، بردو میاریم، یکم زوم اوت میکنیم. خب دوستان روی سطح کار رو کم فلکسی میزنیم. خب دوستان اگه خوب نگاه کنیم، یکم زوم کنیم، این دو تا پایه به هم اتصال دارن. اینجا یکم
چسب یووی میزنیم در حد یه نقطه. یکم از این لامپ استفاده میکنیم برای خشک شدن. خب این از این. خب آیسی رو توی جای خودش قرار میدیم. خب آیسی رو توی چارچوب قرار میدیم. از این خودش چارچوب رو مشخص کرده. خب این از این. دوباره هم شیلد محافظتی رو میذاریم برای هارد. خب هیتر رو روشن میکنیم اول با دمای 350. بعد دما رو میذاریم روی 420. یک کم روغن فلکس اضافه میکنیم. از این بغلا خودش میکشه داخل. خیلی آرام. شیلد رو یکم میبریم جلو. نازل هیتر رو به صورت چرخشی روی آیسی خوب آیسی رفت سر جاش. یه مرحله آخری تکون ریزی میدیم. این از این. میگذاریم که برد خنک بشه، بعد گوشی رو تست میکنیم. خب دوستان، برد رو روی شاسی قرار دادیم. ببینیم که مشکل آنتنش برطرف شده یا نه. منتظر میمونیم که روشن بشه. خب همینطور که میبینید مشکل آنتن کلا برطرف شده. این از ایران سل، اینم از آنتن گوشی.